دوستان محترم، آیا می دانید بزرگترین خطر برای جامعه اسلامی چیست؟ امروز بزرگترین خطر برای جامعه اسلامی انسانهای عالم نما هستند، انسانهایی که با عبا و قبای عالم، با لباس و با عمامه عالم وارد جامعه اسلامی شده اند، اما فهم و درک درستی از دین اسلام عزیز ندارند. چنین افرادی با اعمال و با کردار و با رفتارشان باعث تنفر و دوری مردم از اسلام و از قرآن شده اند. چنین افراد باید بدانند که اینها نه تنها خیش را در چاه ضلالت و گمراهی انداخته اند، بلکه با دنبال خیش یک امت را، یک قوم را و یک جامعه را به ضلالت و گمراهی کشانده اند. وجود چنین افرادی در جامعه اسلامی چنان تأثیر منفی بر جامعه اسلامی دارد و چنان ضربه مهلکی بر پیکره اسلام وارد می کند که جبرانش امکان پذیر نیست و به مراتب بالاتر و خطرناکتر از ضربه های دشمن می باشد، زیرا ضربه دشمن ضربه های مادی است و بر مادیات و بر کشتن افراد و بر قتل و بر غارتگری می انجامد، اما تأثیر منفی و ضربه چنین افراد بر روح و روان، بر اعتقادات و بر باورهای دینی است. اینها به مراتب تأثیر منفی بر جامعه اسلامی دارند. پس باید هوشیار باشیم و در تقلید و الگوبرداری اسلامی از علمای حقانی و ربانی خود الگوبرداری نماییم. از افکار و توهمات انسانهای جاهل عالم نما دوری بکنیم، نه تنها خود را بلکه جامعه، خانواده، خویش و اقوام خود را از افکار و توهمات چنین افراد به دور بداریم تا اینکه اعتقادات، باورها و عقیده هایمان سالم بماند.